قصد دارم با بیلی کیمبر کار کنم. اینجا کسی به اسم شلبی هست؟ فعالیتمو در پیست مسابقه توسعه میدم. کار کردن با شما باعث افتخار من خواهد بود آقای کیمبر. کسی با من کار نمیکنه. مردم برای من کار میکنه. دنه تو آدم خوبی هستی. یه سرباز خوب. بله سرگروه با فردی تورن صدر لیست سیاه منم. خب خطش بزن. دیگه به این شهر بر نمیگرد. ما هیچ جا نمیریم آیدا، همینجا میمونیم و ازدواج میکنیم. من از توماس شلبی نمیترسم. توماس، اگه اون تفنگا رو به کسی بفروشی سرت میره بالای دار. بذارش یه جایی تا پلیس پیداش کنه. نه. حالا توماس شلبی آغاز، میان و پایان مأموریت تو. چی کار باید بکنم؟ هر کاری باید بکنی تا بهش نزدیک بشی. یه لباس قشنگ بخر. میخوام ببرمت مسابقه. بهتون اخطار میدم، قلبتون رو میشکنه. قبلا شکسته. gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. یه بطری بده با 3 لیوان لطفاً. نمیتونم به دیدن مسابقات بیام مگه اینکه 2 پوند و 10 شلینگ بابت خرید لباس بهم بدین. تا حالا که 3 پوند بهت دادن؟ واسه کت شلوار خودتون چقدر پول دادین؟ من که واسه لباس پول نمیدم. لباس هم مجانی هم. وگرنه لباس فروشی آتیش میگیره. پس میخواین شبیه گل فروشا باشم؟ مهم نیست من چی میخوام. لباسو که واسه من نمیپوشی. پیکی بلایندرز. خب گفتین کارم دارین؟ موضوع مهمی آقای شلبی. مسئله اینه که کی چی میدونه. راجب کارخونه پایین جاده از تو BSA. میدونید که اغلب رنگ فروشی های اونجا ایرلندی هن. توی همچین جایی شایعه زود پخش میشه. بعضی از یه سرقت بزرگ حرف میزنن. سرقت چی؟ سلاح آقای شلبی. تعداد زیادی سلاح. حالا این قضیه چه ربطی به من داره؟ خوب که فکر میکنیم میبینیم نمیشه حرفای بچهای شیفت شب و نشنیده گرفت. بعضیا میگن حرفایی از انبار گالوانیزه شنیدن و اینکه دزدی کار نقابدارا بوده. شیفت شبتون حتما خواب دیده. آره شایدم نه. اومدیم بهتون بگیم آقای شلبی اگه از مکان تقریبی اون سلاحی که اشاره کردیم خبر دارین پول خوبی بابتش میدیم. پول کافی داری؟ ما از کافه ها پول جمع کردیم. از طرف کی اومدی؟ مردم ایرلند. ارتش جمهوری خواه ایرلند. راست میگی؟ معلومه که راست میگم. تو فکر میکنی شوخی میکنم؟ مگه من خندیدم؟ اوه پدر،
چرا انقدر غمگینی در این سحرگاه مگوایر روشن؟ میشه خفشی؟ وقتی که مردان ایرلندی مفتخرند از سرزمینی که در اون به دنیا اومدن. مگوایر خفه شو، داریم جدی صحبت میکنیم. پسرم، منظری از خاطرات غمگین میبینم. روزهایی خیلی دور است وقتی که من تنها پسری بودم مثل تو به ارتش جمهوری خواه ملحق شدم. آفرین. پسرم، منظری از خاطرات خیلی خوب بچه. روزهایی خیلی اگه خبری شد شما رو در دور جریان است وقتی که من تنها پسری. فکر میکردم فقط شنبه ها میشه آواز خوند. این کوفته انسان شناسه، بهت میگه کی واقعیه کی نیست. حالا هموطنای من چی میخواستن؟ آدمای مهمی نبودن. مادام تو بار بلک سوان تو محله اسپاربروک هستن، شنیدن اینجا آواز خوندن باب شده سرک کشیدن. دلت براشون میسوزه؟ من دلم واسه هیچ کس نمیسوزه. لهجهشون خیلی غلیظ بود. عجیبه که فهمیدی چی میگن. میشه دفعه بعد برات ترجمه کنم. میخوای برام کار کنی؟ الانم دارم کار میکنم. پس میای دیدن مسابقات. 2 پوند و 10 شیلینگ. 10 شیلینگ. یه لباس قرمز بخر، باید به دستمال کردنش بیاد. دستمال گردن کی؟ آیدا این کارا چیه؟ جرأت کردم با لباسم از داخل منطقهشون بدون. دیوونه شد. آره، دیوونه تر از همه دنیا. هرچی بیشتر سعی کنن جلومونو بگیرن من دیوونه تر میشم. بیا شاهزاده خانم، کشیش صبر کن. منتظره. چطور به نظر میرسم؟ مثل فرشته ها. ماس، در مورد کافه بلک سوان چی میدونی؟ طبق گزارش عامل نفوذیم محل تجمع افراد ارتش ایرلنده. فقط یه مش معلمانن که مست میکنن و میزنن زیر آواز. ارتش ایرلند نزدیکشون هم نمیشه. پس چرا 2 نفرشون میخواستن اسلحه بخرن؟ اسمشون رو میدونین؟ دختره باید همه کارا رو خودش بکنه؟ دختر قربان؟ یک مأمور زن ثابت کرده که خیلی مفیدتر از دار و دسته شما نر قولاست. ما افسرای مأموری پلیس هستیم قربان، نه جاسوس. فقط بعد از وقوع جرم میتونیم وارد عمل بشیم. شاید بهتر باشه چند نفر بفرستیم بلک سوان تحقیق کنن. میخوای فراریشون بدی؟ تاکتیک خوبی نیست گروهبان. من این روش را از تجربم توی فرانسه یاد گرفتم. بیشتر افراد نردقول منم توی فرانسه خدمت کردن قربان. من همیشه به کشور خودم خدمت میکنم. مرخصید گروهبان. بارا اومد.
لعنتی. دنبال منی آره؟ تو کی هستی؟ پلیسی؟ زنی که یه عوضی تو رو قبلا دیدم پیش خدمت کافه گریستونی. بیا ببینم از طرف کشور آزاد ایرلند میبرمت برای واسی. حالت خوبه؟ مسلحی؟ نه. پس بهت میگم آیدا و فریدی امروز ازدواج کردن، از دستورات سرپیچی کردن، از شهر نرفتن. خودم درستش میکنم. توماس درستش میکنم. الان کجا؟ رفقای فردی پناهگاه دارن. برای چی میخوای بدونی؟ میخوام براشون گل بفرستم. خودت چی فکر میکنی؟ اگه بمونن خیلی بد میشه. قول دادم فردی رو از شهر خارج کنم. به کی قول دادی؟ به پلیس قول دادم فردی دیگه بر نمیگرده. بخشی از معامله بود. کدوم معامله؟ پس رأی خانوادگی چی شد؟ جلساتی که گذاشتیم؟ اگه جریان آیدا و فریدی رو بسپاری به من با آرامش تمومش میکنم. دست تو باشه جهنم به پا میشه. فردی رو از شهر خارج کن پال، وگرنه خودم ترتیبشون میدم. قربانی قبلش تو بلک سوان مشروب خورده بوده. قربان همون جایی که بهم گفتید همسایه ها خانم جوونی رو دیدن که از اون خیابون خارج می شده. یه خانم شاید ارتباطی داشته باشه. ارتباط با چی سرگروه بان؟ گفتین این جاسوستون یه زنه. منم فکر کردم شاید روش کارتون عوض شده. حمله به قصد کش، همون کاری که تو بلفاست کردین. جمهوری خواها در توطئه گروهی مشهورن. کار یکی از افراد خودشونه. مرخصید گروهبان. در ضمن اونا جاسوس نیستن، بهشون میگن عامل نفوذی. عامل نفوذی قربان.
باشه هرچی تو بگی آیدا. این اینجا چی کار میکنه؟ 200 پوند فردی. برای چی؟ برای ما، برای یه ماه عسل همیشگی. از کجا آوردی؟ پس انداز خانوادگی. از جیب بیوه زن و کارگرای بیچاره؟ منطقی باش فردی. تامی حاضر نیست کوتاه بیاد. با این نوزا داشتن کمونیست توی خانواده واسه کاسبی خوب نیست. باید از این شهر برید. فکر کردی از پس تامی شلبی بر نمیام؟ نمیتونی. این روزا منم که از تو مردترم به سختی از پسش برمیام. یه سر رفتم شهر، دفتر حمل و نقل کیونارد. 2 بلیت براتون گرفتم برای کشتی بعدی از لیورپول به نیویورک. آمریکا فردی، اونا قبلا انقلابشونو کردن، زحمتت کم میشه. شما خانوما میشه حداقل بذارین یه مرد راجبش فکر کنه. به تو ربطی نداشت. مشاهده و گزارش وظیفه تو همینه. میخواستم محل زندگیشون رو شناسایی کنم. بهت هشدار داده بودم که نذاری گذشته شخصیت روی قضاوت تأثیر بذاره، ولی تو رفتی دنبالش چون جمهوری خواه. دنبالش چون فکر میکردم شاید اطلاعاتی داشته باشه. طبق قوانین باید به سرعت از گریسون لین خارجت کنم. نه، فردا میرم چلتنهام. خیلی خودتو درگیر کردی. این یه عملیات نظامیه. خودتون گفتین. دارم کارم رو انجام میدم. گریس، مرگ اون جمهوری خواه برای من اصلا مهم نیست، ولی سلامتی تو هست. آدم کشتن روی قلب تأثیر میذاره، همینطور روی قلب من. میدونم شما به خاطر روابط خانوادگیمون با این موضوع شخصی برخورد میکنین، ولی نیازی نیست برام پدری کنین. حواسم بهت هست. آقای شلبی؟ آقای جان، این کت و شلوار فروخته شده قربان، دقیقاً همین امروز صبح. میدونم. برید. خواهش میکنم آقایون اینجا دعوا من نکنید. نیتم دوستانه است. کت و شلوار قشنگیه، واسه دیدن مسابقه است. توی لعنتی این از کجا میدونی؟ من خیلی چیزا میدونم آقای کینگر. قبلا هم بهتون گفته بودم برادرای لیرم میشناسم. میدونم که اونام قراره به دیدن مسابقات بیان. از کلی پول بابت زنای زرنگ و اسبای تنبل میدن. نه، نقشه کشیدن با تعداد نفرات زیادی بیان و از دفاتر شرطبندی شما دزدی کنن. فکر میکنی از پس گروه لی بر نمیام؟ این فقط یه هشدار از طرف یه دوست بود، فقط همین. تو چلتن هم میبینمتون. از جایگاه ویژه برات دست تکون میدن. اگه میخوای به مسابقات بیای اون پیش خدمت وظیفه شناست هم با خودت بیار. قبلا دعوتش کردم. رفقا، همونطور که میدونید همین جمع شدن امروزمونم غیر قانونیه. سرباز دست کمبل دستور داده که ما اجازه نداریم در گروه‌های بیش از 3 نفر دور هم جمع بشیم. پس برای اطاعت کردن از قانون لطفاً به گروه‌های 3 نفری زدید. شنیدیم بچه‌ها؟
این همون سوتاییه که برای فرستادن ما به جبهه ازش استفاده میکردن، اما حالا ازش برای از هم پاشوندنمون استفاده میکنن. پس قبل از اینکه مامورای ویژه برسن اینجا، هر کی موافق اعتصابه دستشو ببره بالا. آره، حالا متفرق بشید و این پیام رو به همه برسونید. اگه متحد باشیم هیچ وقت شکست نمیخوریم. تامی چه خبره؟ پلیس به اجتماعی توی کارخونه حمله کرده. به نظرت فردی تورن برگشته؟ میدونم برگشته و آیدان باشه. من که پاشنه‌های 4 سانتی داره چقدر میتونه سخت باشه؟ با کمونیستاست. اونا همه جای شهر مخفیگاه دارن. فقط میخوام بدونم کجاست. تامی بهتره با آرتور هم صحبت کنی. آرتور دیگه چه مرگشه؟ دوباره رفته توی حساب. مردم مدام سوالایی میکنن که جوابشون رو نمیدونم. راست میگن آیدای شما ازدواج کرده؟ منم میگم نمیدونم. حالا کجا زندگی میکنه؟ نمیدونم. آرتور کی اون ایرلندی تو بلک سوانو کشته؟ منم میگم کدوم ایرلندی؟ اونا میگن راسته که پیکی بلندرز ها تفنگا و مهماتو از کارخونه بیرمنگام دزدیدن. کدوم تفنگ تامی؟ آرزو فکر کنم بعد از کتکی که خوردی به آرامش نرسی. کدوم تفنگ تامی؟ آرتور میخواستم بهت بگم. میخواستی بهم بگی؟ آرتور گوش کن چی میگم. این چند سال گذشته خیلی بهت سخت گذشته، اینو همه میدونه. تو مستحق استراحتی. شانس بهمون رو کرده، بخت در خونمون رو زده، از آسمون افتاده توی دامنمون. تنها چیزی که باید بدون اینه که مسلسلا دست ماست و هیچ کاری از دست اونا بر نمیاد. هیچی. باور کن. آره بیا، میخوام غافلگیرت کنم. پاشو. غافلگیری؟ پس کجاست؟ تو همیشه چی میخواستی آرتور؟ ها؟ وقتی که فرانسه بودیم میگفتی وقتی برگردم انگلستان میخوام کافه خودم رو داشته باشم. خب دل نازک شدی تامی. از کجا میدونی فروشیه؟ اگه ما بخوایم فروشیه آرتور. این روزها خیلی پول در میاریم. باید یه کار کاسبی قانونی داشته باشیم تا پول شرط بندی رو توش قاطی کنیم. نمیدونم باید چی کار کنم. تو 2/3 عمرتو توی همچین جایی گذروندی. فقط به جای اینکه خودتو خفه کنی بشین و مدیریت کن.
مدیریت خشک‌وخوری فایده نداره. مال خودته، هر کاری دلت بخواد بکن. شرمنده آقایون، صداتون رو نشنیدم. چی بدم خدمتتون؟ امان از بچه ها، اون یکیشم پنچره. آقای کمبل یه توضیح میخواد. امروز یه دهنگشاد از اتحادیه باعث شد کارگرای یه کارخونه اعتصاب کنن. فردی تورن بود. مگه قول ندی که دیگه بر نمیگرده؟ میدونم برگشته، درستش میکنم. آقای کمبل فکر میکرد تو میتونی قلم رو به تو کنترل کنی. آره، گفتم ترتیبشو میدم. شنیدم که فردی با خواهرت ازدواج کرده. عجب خانواده ای داری، ولی نمیتونی تا کریسمس معطل کنی. فردی تورنو تحویل بده، وگرنه خواهرتو به خاطر همدستی با یک کمونیست میگیریم. واسه شورش حداقل 4 سال میره قلفتونی. مگه اینکه تحویلش بدی تا خواهرت آزاد بشه. خب شبت بخیر تا. فردی تورنو ندیدی؟ نه. تامیو چی؟ باید فردیو پیدا کنم. اول اینو بخور. نه، باید پیداشون کنم. گمونم میخوان همدیگر رو بکشن. کی میخواد کیو بکشه؟ باید حرف بزنیم. تو دقیقا دنبال چی هستی فردی؟ اومدم بهت بگم این کارا فایده ای نداره تامی. خالی اومد پیش من و اینو بهم داد. خب ولی حتما دست پاچه شده. اون زیادی مست بوده. از صداقتت ممنونم، ولی اگه نمیخوای ازش استفاده کنیم. حرفم هنوز تموم نشده. بشین بشین بشین. از تفنگا برام بگو. یادت قدیم ما میامدیم اینجا که ببینیم میتونیم تا اون طرف شنا کنیم یا نه؟ من اومدم باید معامله کنم تامی. فکر میکنی بازم میتونیم اون کارو بکنیم؟ تو آیده رو با نامردی باردار کردی، چون اون یه شلبیه. فکر کردی اینجوری واسه خودت کسی میشی؟ نمیذارم تو به خاطر هدفت زندگی خواهرمو خراب کنی. خدای من، واقعا اینطوری فکر میکنی؟ من دوستش دارم تامی. از وقتی 9 سالش بود و من 12 ساله. اونم دوستم داره. میدونی عشق یعنی چی؟ این ازدواج دوام نداره.
فردی پولتو قبول نکرد. حالا پلیسا میگن اگه فردی رو تحویل ندیم میان آیدرم بازداشت میکنن. دلسوز این بلاها رو هم سر آدم میاره. از حالا به بعد به روش من عمل میکنیم. وگرنه آماده ای؟ دارن نزدیکتر میشن. من میرم جلو. مراقب باش دنی. تامی مراقب باش دنی. تامی دروازه. سرباز توپچی در خدمتم قربان. آزاد. خب چه خبر از لندن؟ توی یه کافه بودم به اسم مادر رکب. پاتوق ایرلندی است. با یه پیرمرد درباره بیرمنگام حرف می زدم. گفت خبرایی شده یکی از جمهوری خواه رو کشتن. از کل حرفا چیزی که یادمه اینه که فرماندهشون فکر میکنه کار گروه نقابدارا بوده. با اولین کشتی اومدم هشدار بدم. حقیقت داره؟ نه، ولی دروغ سریعتر از حقیقت پخش میشه. این پیغامو بهشون برسون. بگو یه نفر برای مذاکره بفرستن. بهشون بگو سوء تفاهم شده و ما دنبال دردسر نیستیم. تو به اندازه کافی دردسر داری تامی، درسته؟ مشروب و دود. بوش تو هوا هست. خودم من بعضی وقتا میکشم. بهش میگم عزیز دل. اونا بدترین کار رو به ما سپردن. آره. و ما احمقا هم واسش داوطلب شدیم. بعضی وقتا تمام شب ادامه داره. اینجا دراز میکشم و به صدای بیل و کلنگی که از پشت اون دیوار میاد گوش میدم. و دعا میکنم قبل از اینکه دیوار رو خراب کنن و برسن آفتاب به پنجره بتابه. نه، من دعا نمیکنم، امیدوارم. بعضی وقتا پیش میاد که آفتاب زودتر در میاد، ولی اغلب اوقات
صدای بیل زدن به خورشید غلبه میکنه. High up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. وظیفه من انجام بدم قربان دنی. The air grows heavy, listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Sliding over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? خواهرت اومده بود اینجا. نگران تو و فردی بود. حالش به هم خورد. الان بهتره، ولی با توجه به شرایطش به آرامش نیاز داره. زنها حرف میزنن. زنها این کار خوب بلدن. درباره تو حرف زد. گفت همه چیزو میریزی تو خودت. آره، مردم اینجوریه. خواهر خوبیه، ازش خوشم اومد. حتما براش آسون نیست اینکه برادر و شوهرش افتادن به جون هم دیگه. مردم باید حرف بزنن. با تو؟ چرا که نه؟ من پیش خدمت همین شغلمه. مردم مشکلاتشونو با پیش خدمت در میون میذارن. تو و فردی سر چی دارین میجنگین؟ فردا ساعت 9 صبح همینجا میبینمت. لباس خریدی؟ بله، لباس خریدم. چجوری؟ روغنشو عوض کردم یا دستی هم به سر گوشش کشیدم. یعنی منو تا چلترهام میرسونه کرلی؟ کارش با ماشینا خوبه ولی دل خوشی ازشون نداره. ماشین که قلب نداره، نمیتونیم باهاش حرف بزنیم. آره، شاید اون مجبور شه وسط راه فرار کنه. افراد لیو و افراد کیمبر تو راه منتظرتن و پلیسا هم میان برای حفظ قانون. تامی برام روشنش کن چارلی. این ماشین فقط 4 نفر جا داره. اگه میخوای زنده برگردی بیشتر از اینا آدم میخواد. فقط منم و دخترم. فقط ما دوتا میریم به مسابقات؟ یه چیزی تو همین باید.
دخترها توجه. خیلی خوب، این آخرین جلسه توجیه شما عزیزان قبل از شروع عملیاته. زمین مسابقه چتنهام 60 مایلی اینجاست. جانی، مأموریت ما چیه پسر؟ فک خانواده لیو پیاده کنیم آرتور. درسته. افراد لی از دکه‌های شرطبندی قانونی دزدی میکنن، شرط میبندن و بلیت بخت آزمایی میفروشن و اونایی که نمیخرن و کتک میزنن. ولی امروز ما جلوشون رو میگیریم. پس افراد کیمبر چی؟ نمیتونن از خودشون محافظت کنن؟ کیمبر از افرادش استفاده نمیکنه. اونا از خانواده لی میترسن و خودشون رو قایم میکنن. به کیمبر نشون میدیم چطور باید کاری رو عملی کرد. حالا چیزی که توش مهارت دارین رو بردارین، ولی به تفنگاتون دست نزنین مگه اینکه تفنگ به سمتتون بگیرن. میخوایم بی سر و صدا تمومش کنیم. حالا کی پولش رو تقسیم میکنی؟ تقسیم نمیکنیم، پولشو نگه نمیداریم. شما دیگه اعضای ارتش تامی هستیم بچه ها. فقط خانواده. بریم لطفا. میشه اینجا رو امضا کنیم؟ مطمئنی اجازه داریم بریم داخل؟ من ترجیح میدم از در پشتی برای تماشای این مسابقه برم. درد سرش کمتره. این دور بر آدم عوضی زیاده. حوصله مجرمی کوچیکو ندارم. از این طرف میتونیم شرط ببندیم؟ نه، شرط بندی کار احمقاست. از این طرف شانس آورده بمانی، وگرنه پولت روی نتیجه از قبل تعیین شده هدر میدادی. همیشه برام سوال بوده چطور نتیجه رو تعیین میکنه. از کجا بدونم؟ از اینجا به من تو چی؟ به نگهبان بگو تو لیدی سردگان هستی. ببخشید لیدی سردگان از کانادا. وقتی دنبال سوارکار اسبت میگشتی گم شدی. اسمش دنی فلاوره. اگه درباره من پرسیدن بگو اهل روسی هم و یک کلمه انگلیسی بلد نیستم. خب دیگه خراب شیک پوش نشون بده لایق اون سپون بودی. هنوزم گریسون رو ترجیح میدم. بریم واسه؟ اگه ازم دعوت کنی. لیدی سارا از کانبرا با من همراه میشی؟ Roberts, the Peaky Blinders are here. Told you, Mr. Kimber. He's got some balls, that one. And she's got some body, that one. شنیدم واسه سخت سیاحت جانچ بردی. معامله با شما باعث افتخاره. سلام راست کار کاسبی چطوره؟ شکست افتاد از خواهد از ببینمت. تکون نخور راست وگرنه تمام گوشتو میبرم. ولی بهش احتیاج داری تا بشنوی. دیگه از پسرای بیلی کیمبر دزدی نکنید. فهمیده؟ اونا تحت حمایت ما هستن. این پول دزدی رو به اسم گروه نقابداران ضبط میکنم. به تیغ و چاقو نکشم. فقط میخوام یکم پیشرفت کنم و یه کار کاسبی قانونی را بندازم. خدای من جدی میگی؟ همیشه جدیم. لیا رو تو مسیر دنبال کردیم. درست پایین جاده ایدون گرفتیمشون. تا آخرین پنی رو پس گرفتیم. لباس قشنگیه. تو کافه منم بپوشش. حتما بچه ها تشنه شده. کسی زخمی نشده؟ فقط چند تا خراش سطحیه.
پول شماست آقای کیمبر. گوش کن. برای شام میریم خونه آقای کیمبر. چند مایلی اینجا یه خونه داره، ولی من اول باید با حسابدارش یه کمی حساب کتاب کنم. پس تو باید با کیمبر بری اونجا. فقط من اون؟ آره، تا وقتی کارم تموم شه. اشکالی نداره؟ برای وقت اضافه که میذاری 3 پوند دیگه هم میدم. فکر کردی من کیم؟ هممون این کاریم گریس. خیلی وقت از خیلی چیزامون میگذریم. گفتی میخوای برای من کار کنی. برای این کار باید باهوشتر باشی. طبق قرار باید 2 ساعت بری و تو خونش بمونی. فکر میکنه خیلی جذابه، فکر میکنه میتونه فریبت بده. هر وقت خواستی با لگد بزن ناکارش کن. الان من یکی از بنده قرار دادم. اگه میخوای بخشی از تشکیلات من باشی باید از خود گذشتگی کنی. کمونم منم یکی از بنده قرار دادم. اون دخترم همینطور. قرارتون همینه مگه نه؟ شاید همراه تو کنار بیاد ولی من نه. وقتی باهاش آشنا شدم میلیونر بودم، مستقل بودم. این کلاهو خودم درست کردم. یه طراح کلاه میلیونر. کلاه خیلی قشنگیه. ممنون. واقعا قشنگه. دختر واقعا چیکاره است؟ راستشو بخوای خودمم نمیدونم. از دستم افتاد. برش دار. خودت برش دار. ولی تو یه پیش خدمتی، اگه لیوان از دستم بیفته باید برش داری. زود باش برش دار بینم. نه آقا نه. اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اینجا چیکار میکنی؟ صبر کن، گوش کن. یه لحظه به حرفم گوش بده. میخواستم 1 ساعت دیگه بیام ولی بعدش وجدانم اجازه نداد. ظاهرش فریبنده است ولی اون مریضه. آره، واگیر داره. وقتی ازش خوشت اومد فکر کردم از این فرصت استفاده کنم، اما یکی بهم گفت که یه مرضی داره. منم با خودم گفتم به درک بذارش به حساب حسن نیتم. اون وضع درستی نداره. برو تو ماشین منتظرم باش. خودم دارم میرم لورد شلبی. میشه دست بدیم و این اتفاق فراموش کنیم؟ امروز اولش لیدی سر از کانمارا بودم، آخرش یه پیش خدمت هرزه که مریضه. خیلی نامرده که سر آدم ها معامله میکنی. بعدا نظرت عوض شد. چرا نظرت عوض شد توماس؟
take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a